دنیای کریپتو. بازار رمز ارزها شامل ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده با استفاده از تکنولوژی بلاکچین است. این بازار با اختراع بیت کوین در سال 2008 توسط شخص یا گروهی ناشناس به نام ساتوشی ناکاموتو شروع شد. طی این سالها رفته رفته ارزهای جدید معرفی شدند و همکنون بیش از 13,000 ارز مانند توکن و غیره در بازار موجود می باشد. علاقه عمومی به رمز ارزها مانند بیت کوین و اتریوم اخیراً افزایش یافته است و بازار جهانی کریپتو کماکان در حال رونق است. برای آشنایی با مطالب تکمیلی مرتبط با این بازار می توانید به مقالات زیر مراجعه کنید. تحلیل بنیادی بازار رمز ارزها، ابزارهای بازار رمز ارزها. برای اطلاعات بیشتر در مورد بازار رمز ارزها می توانید به سامانه فیاب به نشانی www.ofiab.com مراجعه کنید. فیاب همراه هوشمند شما در سرمایه گذاری.